با یک صدا میم خوش هستین؟ خوش هستین؟ زنده باد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله بنیاد خیری قمر امروز مجموعه از کودکای یتیم که سرپرستی میکنه با پغمان آورده وقتی که یک تفریح و ترویح وقتی زمستان به اینا باشه. ماشاءالله چهره های بشاش خیلی خوشحال هستن. ما سپاسگزار هستیم از عزیزایی که اسپانسر شده این طفلای در واقع بی سرپرست. انشالله که در پرونده نامه اعمال خیر اینا نوشته شه. ما با چند دوست عزیز خود صحبت میکنیم. نامه که چیست قندولک؟ یوسف. یوسف جان، کدام دفعه دیگه هم قبلا آمده بودی یک تفریح جای رفته بودی؟ نه. چی احساس داری فعلا؟ احساس نه. نه احساس چی خوشت آمد دمیجه؟ کل چیز می‌دیس. کل چیز برف بازی کردی؟ اوه ماشاءالله. نامه خود چی است؟ نصیر. نصیر جان. پیش از این آمده بودی جای تفریح؟ نه. نرفته بودی؟ حال خوش هستی؟ آن. خب کت یک دو نفر از خواهرکای من صحبت کنیم. چی است قندولک نامت؟ مسعوده. مسعوده جان، آمدی اینجا به تفریح؟ برات کی زنگ زد؟ در دفتر قمر زنگ زد. آفرین ماشاءالله، چه خوب دخترک کوشر دفتر قمر زنگ زد. اینجا ساتیری کردی؟ ساعت تیر شد نشد؟ شد. آفرین ماشاءالله. و شما توفه هم هست انشالله براتون میتیم. نامک خود چی است؟ زهرا. زهرا جان. ساعت تیر شد اینجا؟ بله. که خارخوندکای ساتیری کردی؟ بله. پیش از این رفته بودی جای؟ نه. نه. دا خوری زمون سنگه خوری جان؟ خیه؟ او استا احساس سنگه ده؟ خواه خیه؟ او دیر کلک؟ دیر؟ خب نامک خود چی است؟ زهرا. زهرا جان. زهرا جان چیت میشه؟ این چیز منه. خارخونده هست دیگه. اینجا برفازی کردین؟ خب چندم نمره هستی؟ دوم. اوه ماشاءالله آفرین. خب بازم سپاسگزاری کنیم از جایی که اسپانسر شدن و این کودکای یتیم سرپرستی میکنن. شما میتونید داخل وبسایت قمر شوین و اونجا تعداد زیادی از کودکای دیگه از دوستان عزیز که منتظر هستن تا جوانای شما و مخلصین مثل شما اینا را دستگیری کنه. شما میتونید که لینک های ما را مشاهده کنید روی صفحات و با $35 در یک ماه که شاید پول قهوه شما شود میتونید که سرنوشت این کودکان در واقع که چشم به امید شما هستن سرنوشت اینا را تغییر بدین. با یک صدا میم خوش هستین؟ خوش هستین؟ زنده باد.